سلام دوستان، امروز با یه آموزش جالب از طرف کانال AI Word در خدمت شما هستم و قصد دارم تو این آموزش سایتی رو بهتون معرفی کنم که بتونه هر سایتی رو به اپلیکیشن برای گوشی‌های اندروید و iOS تبدیل کنه. من قصد دارم امروز و تو این آموزش سایت suno.ai رو به فایل APK برای اندروید تبدیل کنم. لطفاً قبل از دیدن آموزش و نحوه تبدیل سایت به فایل APK ویدیو رو لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم یه حالی بهش بدید تا از آموزش‌های بعدی که تو کانال قرار میگیره مطلع بشید. در ضمن اگر سوال و یا مشکل و یا هر نکته دیگه‌ای رو در رابطه با آموزش امروز داشتید واسم کامنت بذارید تا راهنماییتون کنم. خب بریم سراغ آموزش. تو اولین قدم باید وارد سایت appilix.com بشیم. من لینک سایت رو داخل دیسکریپشن همین ویدیو براتون قرار میدم تا برای ورود به سایت مشکلی نداشته باشید. تا فراموش نکردم بهتون باید بگم که باید با فیلتر شکن وارد سایت بشید. پس قبل از ورود به سایت فیلتر شکنتون رو فعال کنید. و این هم که برای استفاده از امکانات سایت باید با یه حساب جیمیل داخلش ثبت نام کنید. بعد از ورود به سایت و تکمیل ثبت نام، این صفحه براتون باز میشه. من چون از قبل ثبت نام کردم دیگه احتیاجی به ثبت نام مجدد ندارم، ولی شما که برای اولین بار میخواید وارد سایت بشید، ثبت نام الزامیه. بعد از اینکه ثبت نامتون کامل شد، باید به صفحه اصلی سایت برگردید و بعد از برگشت به صفحه اصلی با این صفحه روبرو میشید. تو این صفحه و داخل کادری که ملاحظه میکنید، باید لینک سایتی رو که قصد دارید به اپلیکیشن تبدیلش کنید رو قرار بدید. من چون میخوام سایت suno.ai رو به فایل APK تبدیل کنم، بنابراین به وبسایت اصلی suno.ai میرم و لینک سایت رو با ضربه زدن روی قسمت جستجو و زدن گزینه کپیش میکنم و بعد از کپی کردن لینک به سایت appilix.com برمیگردم و لینکی که کپی کردم رو تو این کادر پیست و وارد میکنم و بعد از وارد کردن لینک روی گزینه Convert to App کلیک میکنم. شما لینک سایت دلخواهتون رو کپی و وارد کنید. بعد از کلیک کردن روی گزینه Convert to App یه صفحه جدید براتون باز میشه. تو کادر انتر وبسایت ادرس برای بار اول که داخل سایت ثبت نام کردید چیزی لازم نیست وارد کنید. اگر دقت کنید میبینید که آدرس سایت suno.ai که تو صفحه اول و داخل کادر وارد کردم تو کادر اول نوشته شده. اما اگر مجدد با همین حساب جیمیلتون مجدداً وارد سایت بشید و بخواید یه سایت دیگر رو به APK تبدیل کنید، همون لحظه ورودتون این صفحه به عنوان صفحه اول براتون باز میشه. و کادر اول هم خالیه و باید آدرس سایت مد نظرتون تو این صفحه و داخل کادر اول وارد کنید. تو کادر دوم یعنی کادر اپ نیم یه اسم دلخواه برای اپلیکیشنتون انتخاب کنید و داخل کادر دوم واردش کنید. من از اسم خود suno.ai استفاده می کنم و اسم سایت رو تو کادر دوم وارد می کنم. به این صورت. کادر سوم یعنی کادر اپ پلتفرم برای اینه که ما قصد داریم اپلیکیشن رو برای چه پلتفرمی بسازیم. آیا برای اندروید می‌خوایم بسازیمش و یا برای iOS؟ و از اونجا که قرار اپلیکیشن رو برای پلتفرم اندروید بسازیم، پس گزینه رو روی همون اندروید میذاریم بمونه چون احتیاجی به تغییر دادنش نیست. و در نهایت هم گزینه Create App رو انتخاب بر روش کلیک می‌کنیم. بعد از کلیک روی گزینه Create App وارد صفحه بعدی میشید. تو این صفحه گزینه اول یعنی گزینه فری پلن رو انتخاب و روی گزینه چوز پلن کلیک کنید تا به صفحه بعدی برید. بعد از باز شدن کامل صفحه روی سه خط بالای صفحه سمت چپ کلیک کنید و گزینه سوم یعنی بیلد اند دانلود رو انتخاب تا مجدداً به صفحه دیگه‌ای برید. بعد از ورود به صفحه جدید، تیک گزینه من ربات نیستم رو فعال کنید و در ادامه روی گزینه بیلد اپ کلیک کنید. حدوداً 3 یا 4 دقیقه زمان میبره تا فایل APK ساخته بشه، پس تا کامل شدن فرآیند ساخت صبر کنید. بعد از تموم شدن کان ساخت APK برنامه، به پایین اسکرول کنید تا به فایل APK ساخته شده برسید. تو قسمت دانلود APK روی گزینه دانلود کلیک کنید تا فایل APK براتون دانلود بشه. بعد از تموم شدن دانلود میتونید برنامه رو روی گوشیتون نصب کنید. من برای نصب برنامه suno.ai به قسمت بارگیری ها میرم و بعد از انتخاب برنامه نصبش میکنم و بعد از اتمام نصب
با زدن گزینه باز کردن وارد برنامه میشم. همونطور که تو تصویر میبینید بعد از اجرای برنامه suno.ai و وارد شدن به داخل برنامه، سایت suno.ai برای من قابل دسترسه و میتونم تمام کارهایی که داخل سایت میخوام انجام بدم رو داخل APK هم انجام بدم. به امید اینکه این آموزش مورد توجهتون قرار گرفته باشه، شما رو تا آموزش‌های بعدی به خداوند یکتا میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.